سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. این قسمت آخریه که مربوط به این پروژه هستش. امیدوارم که ویدیوهای قبلی که مربوط به تحلیل این فضاها بوده رو دیده باشین، لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. خب این قسمت اول از فضایی که در ادامه فضای آشپزخونه هستش شروع می‌کنیم که یک فضای نشیمن هست. خب اولین سبکی که به چشم میخوره طبیعتاً سبک مید سنچری مادرن هستش که ما هم توی اون پترن لوزی فرش میبینیم، هم توی اون سکشنال صوفایی که شبیه ال هستش به سبک مدرن هستش و هم اون صندلی هایی که کنار یعنی دور میز گرد چیدمان شده هم مید سنچری مادرن هستن. اکسنت تروپیکال رو هم توی گلدون حسیدی که داریم سمت چپ تصویر میبینیم و هم خود گیاهاش میبینیم. همینطور اون دوتا صندلی که حسیری شکل هستن و سمت راست تصویر هستن هم تروپیکال هستن و آویزمون هم که بالای میز گرد هستش معاصر هستش و یه فلور لمپی هم داریم که پشت اون سوفا هستش. حالا شاید خیلی پیدا نباشه ولی اونم آرت نوو هست. خب اینجا یه تصویر واضح‌تری از اون فضای پشتی داریم، اون فضایی که قسمتی که میز گرد و صندلی ها رو داریم که یه فضایی بوده حالا برای مثلا با هم بتونن بازی کنن یا یه اینترتینمنتی رو اینجا با هم داشته باشن. خب توی این فضا من دوباره حالا یه سری توضیحات رو میدم چون این عکس خیلی واضح تره. اون پنجره های سرتاسری شیشه‌ای که داریم میبینیم که مید سنچری مادرن هستن. آویزمون رو همونطور که گفتم معاصر هستن. میز سنگیمون معاصر هستش. پترن کفمون همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم توضیح دادم برای ما یادآور دوران آرت دکو هست و همینطور صندلی هامون اکلکتیک هستن، ترکیبی از مید سنچری مادرن و آرت نوو. خب توی این فضا که فضای ناهارخوری هستش، اول از آویز شروع کنیم. آویزمون ترکیبی از دوره‌های مدرن و معاصر هستش. میز ناهارخوریمون معاصر هستش. اون پنجره هایی که در انتهای فضای ناهارخوری قرار دارن به حالت بیرون زده مثلثی شکل هستن، الهام گرفته از مدیترانه هستن. صندلی هایی که داریم میبینیم صندلی های چوبی کاملا اکلکتیک هستن، یعنی ترکیبی از مید سنچری مادرن، آرت نوو و همینطور یکم هم حس و حال رستیک دارن. و در مورد پترن پارچه این صندلی هم بگم که اگر که ویدیوهای قبلی رو دیده باشین من گفتم که این نوع پترن از ترندهای سال 2025 هستش و فرشمون هم مدرن هست. خب اینجا فضای اتاق خواب رو داریم. تختمون به همراه رنگش، مدلش و اون حالت اصطلاحاً چنل تافتدی که داره آرت دکو هستش. میزهای کنار تخت مید سنچری مادرن هستن. اون دوتا تیبل لمپی که داریم که من برندشون هم براتون مشخص کردم آخر ویدیو نشون میدم، اکلکتیک هستن، ترکیبی از دوره های مید سنچری مادرن و آرت دکو. دیوار آجوری سفید که مدرن هستش. سمت چپ تصویر اون گلدون بزرگی که داریم اکسنت تروپیکال رو به فضا میده و اون آینه هایی هم که داریم کاملا معاصر هستن. میز کار چوبی که سمت چپ تصویر هست ترکیبی از مید سنچری مادرن و آرت نوو هستش. همینطور صندلی که به رنگ سبز زرد وجود داره به سبک مید سنچری مادرن هستش و آویزمون هم که معاصر هست. خب توی این فضا تصویر سمت چپ خب آینه ها و اون اسکانسا معاصر هستن، همینطور اون متریالی که برای کانترش استفاده شده، برای روی اون کابینت استفاده شده معاصر هستش، ولی خود کابینت و دسته هاش و همینطور اون متریال کف که جیومتریکال هستش و خیلی هم پلیفول هست به سبک مید سنچری مادرن هستن.
تصویر سمت راست هم آویزمون که معاصر هستش، اون گلدونی که پایین تصویر داریم خود گلدون مید سنچری مادرنه، اما خب اون گیاهش تروپیکال هستش و حمام و شیرالاتش و کلیت حمام بیشتر آرت دکو هستش و همینطور این در سفیدی که با دستگیره مشکی من براتون علامت گذاشتم به خاطر اون کنتراستی که داره میتونیم بگیم که معاصر هست. اینجا من یه سری تیپ بود که براتون نوشتم. اول از تصویر سمت راست شروع کنیم. این دیوارای آجوری که به شکل آجوری که متریال شیشه داره، در این حال که اون پرایوسی و حریم خصوصی حمام رو رعایت میکنه، به ما اجازه اینو میده که نور رو هم توی فضا داشته باشیم و این نکته‌ای بود که دوست داشتم که هممون با همدیگه ببینیم و در نظر بگیریم توی فضاهامون. تصویر سمت چپ جایگذاری دیوارکوبا، نکته‌ای که داره اینه که بهترین جایگذاری هستش برای سرویس بهداشتی، چون به ما بهترین نور با کمترین سایه رو میده. و همینطور این کابینت روشویی که خب میدونیم که کاستوم هست و برای همین فضا ساخته شده، به خاطر اینکه لیفت آپ شده اومده بالا و پایه داره، خیلی فضا رو اصطلاحاً اری کرده، فضا رو خیلی باز کرده و این هم نکته‌ای هستش که توی مبلمان هم شما میتونین این نکته رو در نظر بگیرید. خب توی این اسلاید تصویر سمت چپ کابینت روشویی، شیرالات، آینه، دیوارکوب، آرت دکو هستش و اون پنجره سرتاسری هم که خب میدونیم مید سنچری مادرن هست. تصویر سمت راست هم اکلکتیکه، کلا از 2 تا سبک معاصر و آرت دکو تشکیل شده. برای مثال کفپوش مشکی که داریم معاصر هست کاملا، یا اون اسکانسی که داریم یه حالت اسکالپچرالی هم داره معاصر هستش و اون کاغذ دیواری هم که داریم میبینیم که جئومتریکال هستش آرت دکو هست. و نکته‌ای که این سرویس بهداشتی داره همون تکنیکی هست که من توی چند تا ویدیوی قبلی براتون توضیح دادم. دوست داشتم اینجا هم با هم دیگه یه مروری داشته باشیم و بهتون بگم که این تکنیک خیلی زیاد ترند شده و توی پروژه هایی که اخیراً داره منتشر میشه و من دارم تحلیل میکنم خیلی این تکنیک رو میبینیم که اسم تکنیک هست کالر درنچینگ. اگر که دوست داشتین بیشتر در موردش یاد بگیریم ویدیوهای قبلی هست، بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید. و در اینجا من یه سری از برندهایی که طراح داخلی توی این پروژه ازشون استفاده کرده رو براتون پیدا کردم و سایت هاشون رو نوشتم. خوبه اگر که خواستین یه سری از این سایت ها رو سرچ کنین، خودتون نمونه های بیشتری رو ببینین و اینکه فکر میکنم که براتون جالب باشه. من سعی میکنم که اسلاید ها رو آروم آروم بگذرونم که شما اگر که میخواین نوت برداری چیزی بکنین براتون اوکی باشه. و در آخر هم مرسی که توی این ویدیو هم همراه هم بودین. ممنونم از وقتی که گذاشتین.